بینندگان عزیز، امروز در این گزارش میخوام همون مصارفی که از روز اول تا امروز ما کدوم در اینجی امور قدر شما شریک کنیم. عزیز، کل مصرف از ما از روز اول تا امروز که امروز به نظرم که تاریخ اگه اشتباه نکنم 9/11/1403 تا امروز را که ما مصرف کردیم بخش از این کورس یا مرکز آموزشی تابان تمقل لومان 36,295 افغانی. این دو سخت ده تمام یک چی بوزده چرا؟ شیو بیل بازو پسه اینجا اونم خوشگل آقا منجا بیل کس ما آره ما روغن مایه 2 بوتل بوتلی 550 افغانی 1100 افغانی. خب بعدیشی برنج یک بوجی 1700 افغانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان. عرض سلام ادای احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز، بینندگان محترم، خیرین نهایت گرامی. امیدوارم از هر جای دنیا که بیننده هستین جور و صحتمند و سلامت باشین. بینندگان عزیز، در امروز برنامه از خوش آمدین از مرکز آموزشی تابان تمقل لومان. بینندگان عزیز، امروز در این گزارش میخوام همون مصارفی که از روز اول تا امروز ما کدوم در اینجی امور قدر شما شریک کنیم. آقای محمد شاه غلامی از غزنی 2 دانه بخاری ترکی بلدزم آورده که خریج دانه 5000 افغانی بوده. 4 عدد نل اضافه آورده 840 افغانی. کرایه زرنج دیده اینج 150 افغانی که جمله از این فاکتور 10990 افغانی. فاکتور شماره دویشی زغال آورده 1 تن 142 سر، 1 تن زغال 142 سر خرید بوده 11000 افغانی. کرایه زرنج 250 افغانی بوده که این فاکتور شده 11250 افغانی. فاکتور شماره 3 شی امی مصارف که بلده و ساده آوردم. ما یک روز از غجور آوردم که ما میخوایم این را یکی بلدهشون بگیم. روغن مایه 2 بوتل 550 افغانی 1100 افغانی. برنج 1 بوجی 1700 افغانی. مکارونی تک 1 کارتن 1050 افغانی. روبی کلان 4 عدد دانه 100 افغانی 400 افغانی. شکر 2 کیلو 70 افغانی 140 افغانی. شیرینی 2 کیلو 80 افغانی کیلوی 80 افغانی 160 افغانی. رنگ دیگ 1 قوطی 100 افغانی. نمک 4 عدد دانه 20 افغانی 80 افغانی. ریکا 2 عدد دانه 70 افغانی 140 افغانی. اسکواج هم 2 دانه دانه 20 افغانی 40 افغانی. نخود ایرانی نیم سر 375 افغانی. لوبیا هم نیم سر 400 افغانی. چای سیاه نیم کیلو 150 افغانی. چای سیاه هم این چای سبز بود، چای سیاه هم نیم کیلو 150 افغانی که جمله از این فاکتور از ما شده 5985 افغانی. این فاکتور سوم. فاکتور چهارم شی بینندای عزیز گروب 5 وات 4 دانه برای اداره آوردم 280 افغانی. هولدر گروپ 3 دانه 60 افغانی. 1 بوتل تیزاب آوردم بخش بیتری اداره 80 افغانی که جمله ازی شده 420 افغانی. این فاکتور چهارم. فاکتور پنجمی 1 کارتن کاغذ 1350 افغانی. یا مارکر اصلی 1 کارتن 260 افغانی. رنگ مارکر هم 1 کارتن 230 افغانی. سنجاق هم 1 بسته 30 افغانی که جمله ازی فاکتور شده 1870 افغانی. فاکتور شماره 5 پشت چپتر 3 بسته 160 افغانی 480 افغانی. 1 بسته قلم که 12 عدد داخل چیه 100 افغانی. چسبی چپتر هم 1 دانه 60 افغانی. 1 دانه امپیتری برای داخلی سینفا که قدازو نمیفهم که چیز کار نه امی 450 افغانی که جمله از این فاکتور هم 1090 افغانی. یعنی 5 دانه فاکتور داریم که هنوز زیر ما در کتاب نرسیدم، ولی اینیشی دیگه فاکتور نداره که خودم یادداشت کردم. امی کرایه موتر محمد شاه غلامی که زغال از غزنی آورده
یک تن زغال که 142 سره 1400 افغانی کرایه دیدم که سیر 10 افغانی یک کرایه موتر از غزنی تا غجور را. کرایه 2 عدد بخاری که دانه 150 افغانی دیدم 300 افغانی بابت از دو دانه بخاری ما محمد شاه غلامی رو دیدم. کرایه موتر محمد شاه غلامی از غجور تا مکتب را آوردم. این کرایه بوده که تا غجور دیدم، بعد دوباره امی و زغال بخاری را از غجور تا مکتب را که خود محمد شاه غلامی آورده 500 افغانی اینج کرایه دیدم محمد شاه غلامی را. کلید سه کاره یک دانه برای اداره 100 افغانی. دستکش برای زامین علی که می بخاری ها را زغال در میده 70 افغانی. ماسک 2 عدد 20 افغانی. 3 متر پلاستیک برای کلکین اداره 90 افغانی. سنجاق یک بسته اینج باز دوباره سنجاق آوردیم 50 افغانی. 11 کیلو گاز برای اداره فی کیلوی 60 افغانی 660 افغانی. یک گیلان تیل دیزل برای روشن کردن بخاری آوردم که می بخاری را باز دبلیم زغال مغال تیل شونه روشن 300 افغانی. یک دفعه رفتیم در سنگ ماشه به خاطر مشکلات همزی کورس که میخواست دمی مکتب همی کورس واز کنیم اجازه گرفتیم از اداره معارف. این میره امو تیل موتر خو ما اینجی 700 افغانی فقط امو تیل موتر اینجی اضافه کردم که تیل شو کردم رفتیم همدیم. البته کرایه که ما نگرفتم فقط مصرف تیل کیدم اونمو را 700 افغانی اینجی خودم اضافه کردم در بلیزی. یک دفعه رفتم در غجور می خرج مخارجی که بخشیم زیم معلم ها و استادا آوردم که ویدیوش داخل زی برنامه بلدش میلوم ایرم 500 افغانی که ما در بلیز اضافه کردم. اینمی دو قلم را که خودم در بلیز اضافه کردم یک 700 افغانی یک 500 افغانی رفتون سنگ ماشه و غجور که 1200 افغانی ما این منج اضافه کردم که جمله از این فاکتوری که خودم یادداشت کردم 4690 افغانی. اینمی لیستی که بدون فاکتوری که خودم یادداشت کردم میره. بینندگان عزیز کل مصرف از ما از روز اول تا امروز که امروز به نظرم که تاریخ اگه اشتباه نکنم 9/11/1403 تا امروز را که من مصرف کردیم بخشی از کورس یا مرکز آموزشی تابان تمقل لومان 36295 افغانی 36295 افغانی را متعالی تا امروز را مصرف کردیم. از اینکه این ویدیو طولانی میشه بلدی شما خسته کنه بلد از ما مشکله به خاطر که ما متاسفانه در تمقل این شبکه مخابراتی خدمات نداره. اگر نه این سه دانه پایه آنتن در منطقه تمقل خیلی نزدیک در منطقه از مو هیچ کدام از این بلد از مو خدمات نداره به خاطر که آپلود کردن ویدیوها خیلی مشکل داریم دیگه. انشالله در گزارش های بعدی کمک های خیرینی از داخل منطقه کمک ده و مسافرین عزیز کشورهای مختلف از اروپا کمک ده در گزارش های بعدی انشالله قدر شما شریک مونیم. این بود گزارش از مصارف مرکز آموزشی تابان تمقل لومان که قدر شما شریک کردیم. تا گزارش بعدی را همه شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. خدا نگهدار. بندای عزیز یک دودن بخاری یک تو زغال برای کرسی تمقل که آقای غلامی از غزنی آورده که نمالی موترش رسیده در پیش حسینه عمومی تمقل لومان که نمونی تاک دیم. خرید و سخت ده تمام یک چیز ترای سیستم در 12 چرا 14 13 15 عزیز کمک کنید. نه
شیو بیل بازو پسه اینجا اون خوشگل آقا منج بیل کس ما آره ما خوب اینی میرم همین علایده بلیره تا اینجا ایش کارتن کاغذ همونجا اینجا دیگه خلاص باش که خب این نان بلدی امروزشم خب بلدی امروزشم تا شوره این تل جزاله خب خب زامن جان این حال ما در از روی فاکتور بلدیت میخوانم خب تو یک دنه بال کن روی گاری ساکو خب روغن مایع 2 بوتل بوتلی 550 افغانی 1100 افغانی خب بعدیشی برنج یک بوجی 1700 افغانی برنج یک بوجی 1700 افغانی مکارونی یک کارتن 1050 افغانی خب روبی کلان 4 عدد دانه 100 افغانی 400 افغانی بین ازی خب فیداسن اگر فیداسن جان دوربین اگر نزدیکتر بینی روبی کلان داخل ازی خب و این دفعه اشکال نداره میلی خیره روبی کلان خب شکر 2 کیلو 140 افغانی این بین ازی خب شکر شیرینی خب شیرینی 4 پاکت نیم کیلوییه خوبه موشه 160 افغانی رنگی دیگم یک قوطی 100 افغانی نمکم 4 بسته بسته 20 افغانی 80 افغانی ریکا هم 2 عدد یا دانه 70 پی 140 افغانی اسکاج هم 2 دانه دانه 20 افغانی 40 افغانی خب تو باشوش خب ریکا نخود ایرانی نیم سیر 375 افغانی نخود داخل شه نخود نه نخود خب لوبیا هم نیم سیر 400 افغانی 400 افغانی چای سبز نیم کیلو 150 افغانی داخل ازیه چای سیام نیم کیلو 150 افغانی جمله یعنی فاکتور از شده 5985 افغانی تا جان اگه تصویر نیست 5985 افغانی خب خب این حالی و یک فاکتور داره خب خب 5 گروپ 4 دانه گروپ دانه 70 افغانی 280 افغانی خب والدر 3 دانه 60 افغانی دیگه خدمت عرض کنم یعنی تیزاب یک بوتل بخش بیتریه خب یک بوتل تیزاب بلدی بیتریه که 80 افغانی این فاکتور شده 420 افغانی این فاکتور شده 420 افغانی خب اینشیم یاد کده حساب شده خب خب او را اجزا کن خب یعنی چیز خب پلاستیک باز کن علاقه باز کن یک کارتن کاغذ خب ایش اینا نیست واسه دفعه لگایلا
منیش سرش خطا بدی این پراتش باز کن این کارتن از خودش نبود خب کارتن از خودش نبود دمنه دیگه کارتن که ده یعنی 5 بسته کاغذ علاقه برکن که میشه یک کارتن این کاغذ خب باش تو خب کارتن کاغذ 1350 افغانی مارکر یک کارتن 260 افغانی رنگ مارکر یک کارتن 230 افغانی سنجاق هم یک بسته 30 افغانی که فاکتور شده 1870 افغانی این فاکتور هم 1870 افغانی خب اینیشی که گروه بجزا رو گفتم خب این حال چیزی که دیگه یعنی قلم های فاکتور نداره خب زامی جان کی را همون یادداشت کردم گاز 11 کیلو فی کیلو 60 افغانی 660 افغانی خب تیل دیزل بلده بخاری که در بیده خب یک گیلان 300 افغانی برس یعنی بخشه که دیگه اتاقا جاروش نه برس کلان برس 150 افغانی یک دونه جارو گرفتم 70 افغانی یعنی خاک انداز برادر 40 افغانی یعنی 5 دانه نان جوره‌ای گرفتیم بلده امروز تا شاوشون را خدمت عرض کنم جوره 20 افغانی 100 افغانی یعنی پیاز دوشته نکردم یعنی 2 خلطه پیاز گرفتم خلطه 100 افغانی که میشه 200 افغانی ان شاء الله که لیستای کلا باز در روزهای آینده همه جمع نیم مصرفا رو میگیم دیگه خب اینو دیگه تو اینی مساج دیگه شستوی دیگه خب ایناش یکی ببر داخلی داره باز ما میمونش بالا خب یعنی هم 2 خلطه پیاز 2 خلطه خلطه 100 افغانی این موشه 200 افغانی فداحسین جان اینی رو بیار اینیشی فاکتور نداره دیگه از جای گرفتیم باز یادداشت کردم دیگه گاز 360 افغانی تیل دیزل گیلان 300 افغانی برس برای جارو 150 افغانی جارو هم 70 افغانی خاک انداز هم 40 افغانی نان 5 جوره اردم جوره 20 افغانی 100 افغانی اینی پیاز هم 2 خلطه 100 افغانی 200 افغانی یاره